بالاخره بعد از 2 ساعت بیله تانستم که شیریخ جور کنم. شیریخ هم دیگه داخل یخچال جور کردم به خاطر کم سال مو حمیده جان قد برق جور کردی. سلام هموطنان نازنین، دوستای گرامی، وقت شما بخیر. امیدوارم همیشه خوش آرام باشین. زندگیش انشالله طبق معیشون پیش بره، همیشه خوش سر حال باشین. عزیزا خوش آمدید به برنامه امروزی. امروز شاید در تصویر روش کنید بگید که زوستون ریزه وری چه قصد قدر خشبش دید کوشش جمع کده دیگه. البته دوستا ما امروز میخواهیم یک چیز بسیار مزه‌دار جور کنم دیگه. شما خجل نباشین. مواد لازمیشی شیر تازه گاوا دیگه، اینیش کسته چیز خیلی بادام که میده کدوم بعد از او چپ کدوم اول کنه داشتم کنه سنگ میده کدوم دیگه. اینیش هم بادامه، باز اینیش هم شکره، اینیش که ایش دیگلی ریزه، ایش تخم پزیه، باز اینیش یخه. امیدوارم تا آخر قنات من همراه باشین عزیزا. از دیست که گرمه دیگه، هوا خیلی گرمه. اینال ما باش تو که چیز کارمونم اینجی بچه ها از مکتب آمده، نان خورده، خواب کده، خیلی گرمه هسته. باز ما دیگه میخواییم که یک چپکاری کنم امروز، یا میتونم یا نمیتونم. این بیچاره ما اشتر میکنی خوب یخ بزنیم جا شد. دوستای نازنین ما امروز میخواییم شیریک جور کنم. خبر ندارم جور میتونم یا نمیتونم. خب دوستای نازنین، اینی قطعه های پنیره که یا یک بار مصرفه. باز ما یه ششتم خوب ستره قنجقه مایه ظرفشویی بعد از او داخل از یا آب فرکتم داخل یخچالشتم یخ سیده. بعد از این روزی را داخل از این خالینم چاره که خدا خیلی بشنه. زاستار که امروز دلش خوش کردم که ما بلدهشم شیریک بیارم، اگر نش ندیگه بسیار بد میشه. خب دوستای نازنین یخه کار اینجی خالی کن. بعد از این میگم خوب میدم داخل شیرم. خب دوستای نازنین یک کار داخل از دیگلی میده کدوم. بعد از این شیب تو رفتم روی شاوکش کدوم اولو اینج میلوم. بعد از او شیر شیب نده بلیزی اینقدر شی بس. اینم سرپوشم این دفعه بوره شد. دوستای نازنین پارسال نه پیرار سال دی حمیده جان در قدی برف زمان برف خیلی کم منده رفت از پاس دیوال آوردی. بعد از او در خانه ادیم شیریک جور کردی. یعنی حالا ما بوره شیب کدومی خوب شور بدیم که آب کن. بعد از او داخل یخه گیره شور بدیم که این شاید تبدیل در شیریک کن. خب دوستای نازنین آب هوای جاغوری جان در روزا کسته اینی رقمی نسایکین واقعا بخیر دمید نمیفهمه که آب هوا چرا یک قسمه دیگه. از خاطر که هوا خیلی گرمه باز
ساکن او نه روز اکتا مثل که روز گرفته شده اونو رقم معلوم میشه. واقعا خیلی جالب. خب دوستا ما هم دیگه امروز زوستور شیریخ خونده شدم که شما شیریخ میدیم دیگه. شیریخ نبال داخل یخچاله، یعنی حالا مروم دیگه برمونم بعد از او زوستورمو که باید نوش جان کنه. یعنی هم پیازی پشخانی اسمو بیچارگو کرده تخوم کنه و زایدی لهر جایی که هستین خوش آرام باشین دیگه. یعنی آب و هوا کسته تاثیر خوره باسته بله تود باغ میله تود زردالو باز تود را آب و هوا که می رقم خراب شنه باز تود رو کوچک میزنه. یعنی اوش منید دیگه مثل که زمستان چنگ سر کوه تام شه. آیسکریم نه شیریخ از مو آماده شده. یعنی ما داخل از چیز کل مگه؟ شریندانی من دیزنوم. نامی خدا نامی خدا. سلام دوستایزی جور بخیر سلامت باشین دوستایزی شترسین خدا به هوا دیگه باشه پدر من میاد سلام میگیم سلام پدر خوب باشی جور باشی. سلام دوستای عزیز امید که جور سرحال باشین دوستای عزیز. امروز ما داریم شیریخ جور کرده شما مورا بیننده باشین که چی رقم یک شیریخ هم ده. دودنی برو؟ دودنی؟ نه نیستم بشه سکال اولی. بله دوستای نازنین شیریخ از مو آماده شد. نام خدا خوب شیریخ هم ده دیگه. اینی خسته بادام هم کم بلهشی تیدنم که خوبش باید مزدار باید تور کمه آماده خیلی از من هم چه شیر زیاد کن بس برو. خب دوستای نازنین بالاخره بعد از 2 ساعت بیله تنیستم که شیریخ جور کنم. شیریخ هم دیگه داخل یخچال جور کردم به خاطر کم سال مو حمیده جان قد برق جور کردی این دفعهش نشد دیگه. هر قدر داخل یخزده اشتم نشد بالاخره داخل یخچال اشتم شیریخ آماده شد. امیدوارم شما عزیزام جور کنید در خانه همراه فامیل نوش جان کنید. این حالا باید قنجقیز مو شیریخ نوش جان کنی. خب کمیل بایش تو بخواد. تشکر مادر. اینیش از سهیل جان. ای مادر تو علو نکنی. خب دوستای نازنین جایشیم خالی دیگه. خیلی یخ هم هستن بخورم دیگه. دوستا قدم رو به شیریخ بخور. خسته بادام واقعا خوب مزه میده قنجقیزی دیگه. کمه لفتر بیسکویت دادت. هوا خیلی گرمه دوستا خیلی گرمه دیگه. نامت با برای آش دموره چطوره؟ سهیل کمه مزه شد؟ مادر خوب شمده؟ اینی بیسکویت هم بچه هست خوب شمزه میده. ولی گوش مو آو یخ یخچالی و چی کد بخی عادت گده یخ خوردو. خود دوستای نازنین یک جهان تشکر قنجقیز نبودین دیگه. اگر خواستین شیریخ جور کنین دوستا و از مو خدا شکر خوبه که امسال یخچال داره دیگه. شیر را اول که وش کردیم که یخزده را آوردم اینجا ایشتم داخل یخزده و رقم که شوردم رقم مسنن ما کن خیره امسال داخل برق امیر که شیر کشور کردی سخت شد داخل یخزده که شور بدی امی شاید سخت نشد متاسفانه. باز داخل یخچال شیر را ایشتم همراه شکر خوب میکس کردم دیگه. بعد از تقریبا 1.5 ساعت تا 2 ساعت را ای بیله خود سخت کرد دیگه. این هم هوا گرمه کم کم در خود خوگینه واقعا خیلی خوب مزه میده. این دوستا بسکویتش رو میخورم. آره نیستیم که بخینیم شیریخ میخوریم. شما عزیزان اگر خواستین اون جور که بخورین واقعا در گرمی تابستان مزه میده.
دیگه وقتی را نمیفروم جور صحتمند باشین، ایام با کامشیم شیرین. امیدواریم دوستا اگر شما بلد بودین طریقش را که داخل یخچال چیزا جور میشه و چی چیزهای جور میشه، بلده از بعد کامنت شریکین که آقایش شما یاد بگیره و جور کنه خدمت بچه های خون جان کنه. دیگه وقتی را نمیفروم جور صحتمند باشید. الله یار مددگار کل لگیشین. دوستا اون موتر که وش مونید آیسکریم میرسودانه